یکی دو تا قصر. آره چربیشو میگیره. خب میام برای اینجا میذارم نگاه کن باز کنم. هنوز قلممو تمیز نمیکنم. اول باز میکنم بعد یه دور قلممو تمیز میکنم. نگاه کن یه دور خط پایین رو فیکس میکنم بعد میام برعکس به سمت بالا ضربه این خط طرفی میکنم. اصلا فیدش میکنم هیچی نمیمونه. نگاه کن ضربه ای همچنان میزنم. خب حالا میریم به سمت ریشه. ریشه رو همیشه 1 میل پایین تر میذاریم. ببین بعد فشار میدم. قلممو تمیز میکنم از بغلا جمع میکنم بعد نگاه کن ضربه ای آروم آروم مواد رو به سمت ریشه میبرم. نگاه بعد میکشم به سمت. دیگه همچنان خوب نیست ولی میشه باید هم بهتر میشه. چی؟ یا تو گوش نگاه کن هم بهتر. مواد باید تو چیز کم باشه ریشه نه؟ یه چیز متمایل نه خیلی زیاد باید باشه نه خیلی کم. الان از این من نگاه کن اینجا نگاه میکنم مثلا اینجا اگه پله باشه مواد باز میذارم. من چون خونده بودم نوشته اگه اصلا مواد باشه چیز باید میگفت به 0 برسونی توش هوا میره. چی رو به 0 برسون؟ این ریشه رو نه بازم الان نگاه میکنم شاید الان یه خورده مثلا ریشهش موادش کمه. نگاه خیلی کم باز میکنم باز هم یه ذره رو که به همه جا برسونمش. الان روز خودم گذاشتم خوبه؟ کدوم؟ نکنم یه لحظه صبر کن. باز میکنم باز به سمت پایین میکشم بعد اینو به سمت ضربه‌ای میزنم که فید بشه خطش میکشم پایین. ببینم آره ولی دورگیریت مثلا خوب نبوده. خورد اینجا هوا داره ولی بازم خوبه. خب میریم نکش باز قلم به سمت برعکس مواد رو باز میکنم بعد از بغلا جمع میکنم و همون خطش رو فید میکنم. باز از ریشه 1 میل با ریشه فاصله میدم بعد به سمت ریشه هل میدم آروم آروم. یه هل زیاد میشه که یه روزی گمش میکنم خودمو گم میکنم توی تاریکی
یا من اون بر بوم. با نوکش باز ریشه رو میکوبم. همیشه میگفتم ضربه بالا میزنم همون که بر هوا میفته، نگیره. نمیرم برش دارم. ولی الان میبینی که قلبمو پیش جا گذاشتم و همین که اینجاش مواد نداره معلوم. یه خورده قلممو کج میکنم ولی باز به سمت بالا هل میدم. یه خورده قلمم از دور میکشم و اینو صاف. کی؟ کارمون تمام شد خبر میده. اونجا باز موارد نداشت. نگاه میکنم از این گوشه باید خیلی نگاه کنم ببینید کجاها مواد داره کجاها نداره. چون لیکوید خوب نیست خورده اینجا موادش کم میشه همش. یه دور دیگه خیلی ریز مواد برمیدارم کم باز میکنم نگاه میکشم به سمت پایین. این بغل مواد نداره. ناخون رو کج میکنم به سمت خطی بازش میکنم. ببینید مواد رو به سمت داخل میکنم. ضربه ای بچرخ. نگاه کن اینجاش یه خورده مواد نداره خیلی است. میذارم اولین خط پایینی شد سمت پایین میزنم یه دور بالا قشنگ فیدش میکنم. قشنگ محکم با ضربه میزنم.